کیتی و من از امریکا آمدم به همین پارک زیبا در تاجیکستان برای تحفه دادن به آدما برای 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان. سلام. آیا امریکایی به زبان تاجیکی حرف میزنند؟ سوال گذاشته است سفارت امریکا در تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک و خود پاسخ داده است که بله، خدمات مطبوعات سفارت امریکا ویدیوی کیت مکدونالد پژوهشگر برنامه فولبرایت را نشر کرده است که او با لباس کرته و ازار اطلس تاجیکی در تن در یکی از باغ‌های استراحتی شهر دوشنبه با رهگذران به زبان تاجیکی صحبت میکند و به هر کدام تحفه خورده تقدیم کرده آنها را با جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان تبریک میکند. در ویدیو دیده می شود که همصحبتان کیت از تاجیکی صحبت کردن او و اطلس پوشیش به وجد آمدند و یک زن همچون حسن احترام به حرفهای تاجیکی کیت با زبان انگلیسی پاسخ میدهد و به وی به انگلیسی اظهار سپاس میکند. کارمندان خارجی سفارت‌های کشورهای غربی و سازمان‌های بین المللی در تاجیکستان معمولاً کوشش میکنند که زبان تاجیکی را یاد بگیرند و با مردم تاجیک با زبان خودشان حرف بزنند. غربیان مطمئنند که با چنین شیوه میتوان خوبتر به دل مردم تاجیک را یافت و اعتماد این مردم را به دست آورد. سفیران قبلی امریکا و بریتانیا حتی چقدر زبان تاجیکی را آموختن خود را به نمایش میگذاشتند و در محفل‌ها و جلسه‌ها و در ویدیوها تاجیکی حرف میزدند. به فرق از کارمندان سفارت‌ها و سازمان‌های غربی، دیپلمات‌ها از شوروی سابق در تاجیکستان علاقه چندانی به آموختن زبان تاجیکی نشان نمیدهند و حتی آنهایش هم که تاجیکی را خوب میدانند کوشش میکردند که بازم در همه جا به روسی صحبت کنند. سفارت امریکا با نشر صحبت‌های تاجیکی کیت مکدونالد از تماشابینان پرسیده است که به نظر آنها استفاده زبان تاجیکی کیت چگونه است؟ اگر شما را تبریک میکرد شما چی میگفتید؟ پرسیده است سفارت از مردم.